5 تا از گل‌های قدیمی و جذاب دنیای فوتبال. گل‌هایی که اگه تو زمان حال زده میشد 100% همشون جایزه پوشکاش رو میگرفتن. گل‌هایی از مارادونا، زیدان و زلاتان ابراهیموویچ. بریم با هم 5 تا از زیباترین گل‌های تاریخ فوتبال رو ببینیم. شماره 1: گل زلاتان ابراهیموویچ در تیم سوئد به انگلیس. یه قیچی برگردون از فاصله بسیار زیاد از دروازه. اونم تو دقیقه 90 بازی. این گل زمانی زده شد که اصلا جایزه پوشکاشی وجود نداشت. 100% اگه تو زمان حال زده میشد قطعاً یک جایزه پوشکاش میبرد و بهترین گل همون سال میشد، چون هم فاصله از دروازه بسیار زیاده و هم قیچی برگردونه. ببینید و لذت ببرید. Didn't quite get that right. Oh, look at that. That is absolutely astonishing. گل شماره 2: گل زین‌الدین زیدان. یه سوپر گل دیدنی و یه گل خارق‌العاده. بازی مقابل رئال مادرید و بایرن لورکوزن تو سال 2002. از این گل 23 سال گذشته و می‌بینید که زیدان چقدر جوان بوده. البته خیلی فرقی هم با الانش نکرده. گل شماره 3: بازیکنی از تیم آرسنال به اسم دنیس که یکی از جذاب‌ترین گل‌ها رو زد. این گل تو سال 2001 زده شده. بازی آرسنال مقابل نیوکاسل. شماره 4: یه گل خارق‌العاده از مارادونا. بازی آرژانتین مقابل انگلیس در سال 1986. مارادونا از وسط زمین شروع میکنه و تا دروازه هر کسی که جلوی راهش میاد و دریبل میزنه و در نهایت یه گل جذاب به ثمر میرسونه. 100% وقتی دارید این صحنه رو میبینید یاد گل لیونل مسی میافتید که دقیقاً همین شکلیه و اون تعداد افراد بیشتری هم دریبل میزنه و در نهایت گل رو میزنه. واقعاً که هر دوتاشون هم اسطوره‌های بزرگی بودن. شماره 5: گل روبرتو کارلوس. یکی از زیباترین گل‌های ایستگاهی در دنیای فوتبال. بازی برزیل مقابل فرانسه سال 1997. بین تمام شوت‌هایی که در دنیای فوتبال زده میشه، این یکی از قوی‌ترین و سرعتی‌ترین شوت‌های دنیای فوتباله. طوری که دروازه‌بان حتی متوجه رسیدن توپ به دروازه نمیشه. اما از همه چیز عجیب‌تر کاتیه که توپ میگیره. توپ واقعاً چند ثانیه‌ای از زمین خارج میشه و دوباره برمیگرده. این گل واقعا فوق‌العاده بود. حالا شما نظرتون رو بگین بین این 5 تا گل کدوم یکی از همه بهتره و شما بازیکن‌های امروزی رو ترجیح میدین یا بازیکن‌های قدیمی رو؟ اگه دوست دارید ویدیوهای فوتبالی باحال ببینید حتما کانال یوتیوب فوتبالین رو دنبال کنید. لایکتون بده.